وام خرید مسکن یا تسهیلات یا ودیعه. این روزا اکثرا دارن صحبت از این میشه که این وام 400 میلیونه، این وام 300. با من همراه شو تا بهت بگم این وامو کی میگیره و از کجا. این وام برای خانواده هاییه که از سال 99 به بعد ازدواج کردن. اما اختلاف مبلغ وام ها در اینجاست که الان بهت میگم. اگر از سال 99 ازدواج کرده باشی و فرزندی آورده باشی، مبلغی که بهت تعلق میگیره 400 میلیونه و اگر در شرف فرزندآوری باشی 330 میلیونه. اما واسه اون خانواده هایی که از سال 99 ازدواج کردن و هیچ فرزندی نداشتن 210 میلیون در نظر گرفتن. اما نکته جالبش اینجاست که این وام 4%، باز پرداختش 10 ساله است و شما از 4 بانکی که الان اسمشونو میگم میتونی فقط به صورت حضوری بگیرید، یعنی اینترنتی ثبت نامی نداره. بانک ملت، بانک صادرات، بانک تجارت و بانک پست بانک. اگه از این پست خوشتون اومد و براتون مفید بود، این پست رو سیو کن، بفرست واسه اون دوستت که برای ایشون هم مفید.